یک نفر شمشیر در دستش داخل یک مسجد در آمد. پرسان کرد که در بین شما مسلمان کیست؟ مردمی که در داخل مسجد بودن، ملا و نمازگزاران، این نفر که دیدن 2 متر قدش، 1 متر بر سینهش، پیشانی هم ترش، شمشیر در دستش، کلگی اوگین کرد. چوب به خدا گرفت کلگی. یک کس جواب نداد. با این نفر پرسان کرد که در بین شما مسلمان کیست؟ در داخل مسجد یک تا روی سفید از بین صدا کرد که او هم پیر ضعیف که من مسلمان هستم. این شمشیر زن آمد از دست روی سفید گرفت، روی سفید برد بیرون. در بیرون گوسفندا را آورده بود. یک تا گوسفند که شمشیر حلال کرد بر از روی سفید داد و گفت بگی ای توفه، چون در بین ای بلا مردم تنها تو مسلمان بودی، ای توفه از طرف من. روی سفید گوسفند گرفته رفت. شمشیر زن بار دوم داخل مسجد شد و ام دفعه از شمشیر خونم می چکه، چون گوسفند حلال کرده بود و با پرسان کرد که دیگه در بین شما مسلمان کیست؟ ام دفعه نمازگزاران و ملای مسجد که دیدن که بهتر از شمشیر خونم می چکه، فکر کردن که روی سفید حلال کرده. خواهی کلگی را لرزه گرفت. خلاصه کلگی سر خود پایین کرد. حالا کسی جواب نمیده. با پرسان کرد که دیگه کیست در بین شما مسلمان؟ کدام نفر بسیار شوق دمی گله ششته بود صدا کرد که امی ملا صاحب ما بسیار مسلمان هست. ملا کمی گپ شنید از ترس و خطایی جواب میده که بله از خدا دروغ میگه، من نیستم مسلمان. خلاصه ایمان انسان در مسجد منبر معلوم نمیشه، در امتحان خداوند معلوم میشه که شمشیر در دست نفر خون میچکه بگه مسلمان کیست، اونو اغنر شوی بگویی که مسلمان هستم، اونو ری سفید باره نه که بیادری سیکو.